پادکست خط به خط اپیزود اول از همه خوشنویسی یعنی لمس زیبایی. وقتی یک کلمه ساده مثل عشق یا دوست رو با خط خوش می‌نویسی، همون کلمه تبدیل میشه به یک تابلوی هنری. این لذت خلق زیبایی با دست خودت چیزی نیست که نرم افزار یا کیبورد بتونه بهت بده. خیلی وقتا یه جمله کوتاه وقتی با خط خوش نوشته میشه چند برابر اثرگذارتره. مثلا خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم. تصور کنین این بیت با یه خط شکیل و اصیل روی کاغذ زیبا نوشته بشه. میبینی چه حس قشنگی داره؟ چه جلوه بصری زیبایی داره؟ اما خوشنویسی فقط برای چشم نیست، برای دل هم هست. وقتی خودکار رو توی دست میگیری باید آروم و یک نواخت حرکت بدی، نقطه بذاری، خط بکشی، حرف بسازی. این کار باعث میشه تمام فکرت روی لحظه حال، روی الان متمرکز بشه، درست مثل مدیتیشن. خیلی از هنرمندها میگن بعد از چند دقیقه تمرین خوشنویسی دیگه خبری از استرس روزانه‌شون نیست. بوی کاغذ، تکرار یک نواخت حرکت دست و دیدن شکل گرفتن حروف، دیدن اینکه داری با دست خودت یه اثر هنری خلق میکنی، همه با هم باعث آرامش و تمرکز میشه. شاید بشه گفت خوشنویسی یک نوع ذکره، یه تسبیحه، شکرانه سلامتی انگشتانت. هر خطی که مینویسی مثل یک نفس عمیقه. یکی دیگه از رازهای خوشنویسی صبره. در این هنر هیچ عجله‌ای جواب نمیده. هر جا عجله کنی خطت خراب میشه. پس مجبور میشی آهسته تر، با دقت تر و با حوصله تر بنویسی. همین عادت کم کم وارد شخصیتت میشه. کسی که پای صفحات مجازی اونم با سرعت چند ایکس چندین ساعت زمان میذاره، حالا پای یک صفحه مشق میشینه و در کمال آرامش و صبوری تمرین میکنه. طبیعتاً این شخص توی زندگی روزمره هم صبورتر میشه. خوشنویسی در واقع یک مدرسه صبره. هر خطش یه درسه برای زندگی. خوشنویسی فقط یه مهارت نیست. بخشی از فرهنگ و هویت ماست. قرن‌هاست که ایرانی‌ها با خط زیبا قرآن نوشتن، شعر سرودن و آثار ماندگار آفریدن. وقتی خوشنویسی یاد می‌گیری، در واقع به این میراث بزرگ وصل میشی. شاید به همین خاطره که میگن خوشنویسی آینه روح ایرانیه. تصور کنین در آینده فرزند یا نوه‌هاتون دستخط زیبای شما رو میبینن. این خودش یه میراث شخصی هم هست. و در آخر خوشنویسی میتونه حتی به فرصت‌های جدیدی برات تبدیل بشه. خیلی ها از این هنر برای طراحی پوستر، تابلو، لوگو و یا حتی آموزش مجازی و حضوری و سفارش قاب استفاده میکنن و درآمد دارن. پس خوشنویسی فقط یک سرگرمی نیست، میتونه یک مهارت کاربردی و درآمدزا هم باشه. همونطور که امام علی علیه السلام فرمودند به خوشنویسی بپردازید که از کلیدهای روزی است.